من فیلم ناجورها رو می ساختم با مرحوم فردین و مرحوم بیکی ماوردی. بله. یه جا یه جمله‌ای بود که فردین میگفت به امام حسین همه ما جز لشکر یزیدیم. رسم این بود که سوفلور دیالوگ ها رو برای هنرپیشه میگفت، اینطوری نبود که از حفظ کنم. فردین گفت نه من میخوام خودم، برام سوفله نکنی. اومدیم بگیریم، فردین گفتش که یه دقیقه خاموش. گفت من الان میام. رفت. من خیلی بهم برخورد. یعنی اگر وسط فیلم برداری یه هنرپیشه مثلا به یه دلیلی میخواست بره اصلا مشکل نبود، ولی او حق نداشت بگه خاموش. خیلی آزرده شدم، یعنی حتی تصمیم گرفتم که وقتی برگشت همین پلان رو بگیرم دیگه، کار رو تعطیل کنم بگذارم برای فردا بقیشه که حالم خوب بشه. وقتی برگشت گفت بله من حاضرم. من با یه لحن سردی گفتم روشن آقا. منو میشناخت، از لحنم فهمید که آزردم. یواش اومد پلو، گفتش که رفتم وضو گرفتم، میخواستم به امام حسین قسم بخورم، رفتم وضو گرفتم. من خجالت کشیدم از اون که در اون لحظه بابت اون چون یک کلمه گفته چراغا خاموش ناراحت شدم. گفتم این آدم ببین چی فکر میکرد، من چی فکر میکنم. بغلش کردم، شونه‌شو بوسیدم، گفتم تو هر کاری کنی درسته.